امروز با طرز تهیه کیک شربتی یا کیک باقلوا یا کیک بهشتی در خدمتتون هستم. مواد لازم برای این کیک بهشتی: آرد 2 لیوان، ماست 1 لیوان، شکر 1 لیوان، روغن 1 لیوان سرخالی باشه، 4 عدد تخم مرغ، 2 قاشق زعفران دم کرده، وانیل 1 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 2 قاشق چایخوری و هل 1/4 قاشق چایخوری و همچنین 1 لیوان شربت بار که شربت بار رو تهیه‌اش رو بهتون نشون میدم و موادی که احتیاج داره فقط شامل 1 لیوان آب، 1 لیوان شکر، گلاب 1/4 لیوان، زعفران 1 قاشق چایخوری، هل 1/4 قاشق چایخوری. طرز تهیه‌اش رو در ادامه بهتون نشون میدم. در ابتدا شکر و روغن رو با هم مخلوط میکنیم و با دور تند همزن 7 دقیقه هم میزنیم. بعد از اینکه شکر و روغن رو 7 دقیقه هم زدیم، دونه دونه تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم و هر تخم مرغ رو به مدت 2 دقیقه هم میزنیم. وانیل رو هم اضافه میکنیم.
این مرحله من تخم مرغ رو کامل هم زدم و پودر هلم بهش اضافه کردم، هم زدم و ماست رو اضافه میکنیم. در حد هم زدن ماست رو هم با موادمون مخلوط میکنیم. و آرد رو که با بیکینگ پودر آماده کرده بودم و 3 بار الک شده بود، طی چند مرحله بهش اضافه میکنم و کامل هم میزنم. البته سعی کنید زیاد هم نزنید چون باعث میشه که کیکتون سفت بشه. تو این مرحله که به این حالت رسید و مطمئن شدیم گوله گوله نشده آردمون، اون رو روی ظرفی که از قبل چرب کردیم منتقل میکنیم و به مدت 15 الی 20 دقیقه توی فر قرار میدیم. ظرف قالب رو که چرب کردیم کاغذ راهنه میندازیم و مواد رو منتقل میکنیم. چند بار محکم قالب رو به زمین میکوبیم که حبابایی که داخلشه بیرون بیاد. میبینید این حبابا. برای درست کردن شربت بار 1 لیوان شکر، 1 لیوان آب رو با هم مخلوط میکنیم و به همین صورت روی حرارت ملایم گاز قرار میدیم که به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد و شروع کرد به قلقل زدن، 5 دقیقه بعد بذاریم. در حینی که شروع به قلقل زدن کرد و جوش اومدن، ما بهش 1/4 لیوان گلاب و زعفرون، 1 قاشق یا اگه دوست داشتین 2 قاشق زعفران و پودر هل اضافه میکنیم. 5 دقیقه میذاریم بجوشه. بعد از اینکه جوش اومد زیرشو خاموش میکنیم. تو این مرحله کیک ما آماده است. گذاشتیم خنک شد. همینطور شربت بار ما آماده شد و خنکه. نکته‌ای که اینجا وجود داره که باید دقت کنید اینه که وقتی میخواین شربت بار رو به کیک اضافه کنید، حتما باید هم شربت و هم کیک هر دو به دمای محیط رسیده باشن و الا کیکتون خمیری میشه. کیک رو برش میدین بعد از خنک شدن به هر صورتی که دوست داشتین. من اینجا به صورت لوز برش دادم و شربت بار رو بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه شربت رو اضافه کردیم حدود چند ساعت، 2 ساعت یا 2 یا 3 ساعت توی یخچال بذاریم بمونه که کامل شربت به خورد کیکمون بره. نکته که از قلم افتاده بود و توی فیلم من توضیح ندادم، تایمی هست که کیک رو باید توی فر قرار بدیم. معمولاً 20 دقیقه برای این کیک شربتی کافیه. بعد از 20 دقیقه میتونید با یه خلال دندون تست کنید که اگر پخته بود کیک بهش نمیچسبه و شما میتونید گریل رو روشن کنید که روی کیکتون هم طلایی بشه. بعدش هم با پودر پسته یا پودر نارگیل تزیین کنید و میل بفرمایید. ممنونم که همراه ما بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. متشکرم.